دلم نمیخواست اینجا باشم. دلم نمیخواد از اون روزا حرفی بزنم، ولی برای اینکه درس عبرتی بشه برای دیگران براتون میگم. پشیمونم از کاری که کردم، هم رابطم با آرزو، هم کاری که با شوهرش کردم. توی 1 سالی که تو اون ساختمون مشغول بودم هیچ مشکلی با اونا نداشتم. اصلا خیلی پیش نمی اومد که ببینمشون. هر دفعه هم که آرزو رو میدیدم فقط به قد و هیکلش نگاه میکردم. یه جوون شهرستانی تک و تنها، شبا هم که 1000 جور فکر میزد به سرم. ولی وقتی باهاشون رابطه رو برقرار کردم اولش پشیمون شدم، ولی بعد از 2 روز باز هوایی شدم. اون شب به خیر گذشت. فردا صبحش مثل روال همیشه بود. میرفتن و میومدن، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. یه شب حوالی ساعت 2 بود که صدای پیامک گوشی اومد. برداشتم دیدم یه شماره ناشناسه. نوشته بود سلام، خوبی؟ یه شکی کردم که آرزو باشه، ولی ته دلم میگفت اون شب اونقدر ترسیده بود که دیگه عمرن سراغ منو بگیره. نوشتم شما؟ گفت خطر از بیخ گوشمون گذشت. فهمیدم خودشه، ولی برای احتیاط نوشتم کدوم شب؟ جواب نداد. تماس گرفت. با صدای آروم گفت چقدر ترسویی تو. منم دیگه تماس گرفتم خیالت راحت شه. هم دل تو دلم نبود که باز تماس گرفته و این رابطه تموم نشده، هم یاد اون شب می افتادم تنم یخ می کرد. نوشتم من فکر کردم بعد از اون شب دیگه رفتی. گفت دیوونم مگه، تازه تو رو پیدا کردم. یکی نبود به هم بگه آخه احمق، آرزو با اون سیستمی که داره با هر کی بخواد میتونه باشه، چرا کلید کرده به من؟ نمیخواستم از این فکرها کنم. میخواستم برای 1 بارم که شده خودمو دست بالا بگیرم. تو همین فکرها بودم که نوشت کاش الان پیشت بودم. نوشتم دل منم میخواست پیشت باشم، ولی اینجا خیلی خطرناکه. نوشت بریم یه جای دیگه. گفتم کجا؟ گفت خونه مادر من. گفتم بیا این دفعه باید از دست مادرت فرار کنیم. گفت احمق، مادر من 2 سال فوت کرده، خونش هیچ کس نیست، گذاشتیم برای فروش، تا فروش بره کلیدش دست منه. یه حسی به هم میگفت قبول نکن، ولی لامصب غریزه زورش از عقل بیشتره. گفتم باشه، هر وقت خواستی بگو بریم. گفت فردا هماهنگ میکنم، من میرم اونجا، آدرس میفرستم تو هم بیا. فرداش آدرس رو فرستاد و من رفتم. چند دفعه‌ای با هم دیگه رفتیم خونه مادرش. خیلی خوب بود، بدون ترس و استرس. هر کاری که بلد بودم و نبودم سرش پیاده کردم. دیگه انگار اون مجرده و در اختیار من. بهش اعتماد کرده بودم. از هر کاری که میکردیم فیلم میگرفت. دیگه جا نمونده بود تو اون خونه که با هم. یه روز وسط کار به هم گفت یه چیزی بگم. گفتم بگو. گفت شوهرم نظامیه. انگار آب سرد و ریختن رو سرم. گفتم روانی نمی ترسی یه وقت دنبالت بیاد پیگیرت بشه؟ گفت میخوام جدا بشم، میخوام طلاق بگیرم. گفتم حالا کو تا طلاق بگیری؟ فعلا که زنمونی. بهش وابسته شده بودم. هم به شوهرش حسودی میشد، هم داشتم ازش متنفر میشدم. شبایی که پیش اون بود فکر میکردم زن من پیش یه مرد دیگه. الکی غیرتی میشدم. یه شب به هم پیام داد، نوشت سلام بابایی. گفتم شاید مثل این دوستایی هن که خودشونو برای همدیگه لوس میکنن. نوشتم خوبم، تو خوبی؟ نوشت خوبم بابایی. از این کلمه بدم میومد. یه حس غریبی داشتم بهش. بیچاره نامزدم، خبر نداشت من اینجا بابایی یکی دیگه شدم. خیلی وقت بود که ازش خبر نگرفته بودم. نوشتم بهم نگو بابایی، احساس پیری میکنم. گفت چی بگم؟ بگم مامانی؟ خب پدر شدن احساس پیری هم داره. اینو که گفت اصلا انگار چیزی نشنیدم. گفتم چه خبر دیگه؟ گفت چقدر خنگی. میگم پدر شدن، بابایی، نمیخوای چیزی بگی؟ گفتم یعنی چی؟ واضح حرف بزن ببینم چی میگی. دست و پاهام بی‌حس شده بودم. نوشت بیا بریم بیرون بهت میگم. یادت نره یه هدیه برام بگیری. رفتیم بیرون. بدون اینکه حرفی بزنم گفتم برو سر اصل مطلب. گفت چقدر عجولی، دلم لواشک میخواد. بیار کردم، برام بستنی بگیر. از اینکه چه اتفاقی افتاده سردرگم بودم، ولی اینکه چرا انقدر راحت داره با این قضیه کنار میاد برام جای سوال داشت.
گفتم تو رو خدا بگو چی شده؟ حامله ای؟ با یه خنده زشتی گفت آره. گفتم یعنی چی؟ مال من نیست، از شوهرته. گفت چرا نگو، اون اصلا بچه دار نمیشه. گفتم از کجا میدونی؟ گفت اگه میخواست بشه تا الان شده بود. دروغ میگفت، به خدا دروغ میگفت. دیگه فرق راست و دروغشو میفهمیدم. گفتم یعنی چی؟ الان باید چی کار کنیم؟ گفت هیچی، نگهش میدارم، من بچه‌مو میخوام. دنیا هوار شد رو سرم. دیگه برام قشنگ نبود. به چشم یه افریته میدیدمش. تمام زیباییاش از بین رفت. حالم ازش به هم میخورد. گفتم چرا با من این کارو میکنی؟ گفت منو به زور دادن به مهران. اسم شوهرش مهران بود. گفت 15 سال از من بزرگتره. قیافش رو هم که دیدی. من نمیخوام بچم شبیه اون بشه. من که قیافش رو چند سال تحمل کردم. نمیخوام یکی شبیه اون بیاد تو بغلم. گفتم پس دنبال یه پسر ساده و شهرستانی میگشتی که به خواسته های پلیدت برسی. الان من چی کار کنم؟ گفت اصلا هم اینجوری نیست. این همه پسر خوشگل تو اینجا بود. میخواستم میرفتم با هر کدومی که دلم میخواست. نمیدونستم چه غلطی کنم. بدون خداحافظی رفتم سمت خونه و وسایلمو جمع کردم. زنگ زدم به مدیر ساختمان که تصفیه کنم و از اونجا برم. هنوز به خونه نرسیده بودم که یه پیام برام اومد. نوشته بود نباید بری. میمونی تا بچه به دنیا بیاد. نمیتونستم راه برم. مونده بودم چی کار کنم. خودمو زدم به بیخیالی و رفتم یه قرص خواب خوردم و خوابیدم. 3-4 ماهی از اون ماجرا گذشت. هر روز شکمش بزرگتر میشد. یه روز سر ظهر دیدم پا برهنه اومد، بدون اینکه در بزنه اومد داخل و گفت فرار کن. از اینجا برو. اینو گفت و رفت. از ترس نمیتونستم حرف بزنم. فقط وسایلمو جمع کردم و از خونه زدم بیرون. شوهرش به کاراش شک کرده بود. گوشی مخفیشو پیدا کرده بود و تمام فیلمامونو دیده بود. گوشیم زنگ خورد. آقای رضایی بود. تمام سنگینی دنیا افتاد رو شونه هام. مثل دیوونه ها به گوشی نگاه میکردم. جرأت جواب دادن نداشتم. قطع شد. دیگه تماس نگرفت. رفتم یه مسافرخونه شب و موندم اونجا. صبح که بلند شدم اومدم برم بیرون، دیدم صدای در اومد. صدای جیغ و داد آرزو بود. صدای شوهرش. پاهم خشک شد. یکی کلید انداخت و در رو باز کرد. چند ثانیه بهم نگاه کرد. مهران بود. یه دفعه حمله کرد سمت من. سرم خورد به آینه و آینه توی اتاق شکست. افتاد روی من و داشت خفم میکرد. داشت با انگشتاش گردنمو فشار میداد. نفسام به شماره افتاده بودن. تمام روزایی که با آرزو بودم اومد جلوی چشمم. بهش حق میدادم خفم کنه، ولی از مردن میترسیدم. نمیدونم، یکی بهم گفت شیشه آینه رو بردار و بزن بهش. برداشتم. میخواستم دستشو بزنم که گلومو رها کنه. هم که شیشه رو آوردم بالا چرخید. دیدم دستاش شل شد. دیگه فشار نمیداد. میخواستم براش توضیح بدم که دیدم تمام دست و صورتمو خون گرفت. شیشه رگ گردنشو بریده بود. افتاده بود رو من و تکون نمیخورد. آرزو هم خشکش زده بود. بیرون در پر جمعیت شده بود. من آدم کشتم. همه دیدن. نمیخواستم بکشم. الان هم زندگیمو از دست دادم، هم نامزدمو، هم یه بچه‌ای که خدا میدونه اگه به دنیا بیاد چه بلایی سرش میاد. الان من تقاضا رابطه‌ای که داشتم و دارم میدم یا اون بچه. چقدر زشت شده بود. آرزو تمام آرزوهامو به باد داد. هفته دیگه وقتشه. اعدامم میکنن. دلم برای خودم میسوزه. برای دختر داییم، برای مادرم، برای اون بچه، برای شماهایی که قراره تو دام هوس یه لحظه بودن با یه افریته‌ای مثل آرزو بیافتید.